بیرون راه میری یارو میگه نه من پلنگ خوشم نمیاد و همون میچسته بهت، یعنی ولت هم نمیکنه، اینجور سیریش میشه که کلا. چند تا عمل انجام دادی شما؟ من یه عملی بینی فقط انجام دادم. دادا تو کل دخترها هستش که من ژلم بیشتر از این بشه، بهتر از این بشه. بیا ناخوناتو و مجاهات و تم ولنی بزن. 2000 ولنتاین مبارک. چشم حسود خوب بشه الهی، دلم میخواد که یار من بمونی به گوشم. سلام و درود، عرض ادب. بنده یک جوان ایرانی هستم، 30 ساله از تهران. اومدم اعلام حضور کنم که من خودم تو فضای مجازی. تا حالا شده همزمان با 2 3 4 5 6 که 2 ماهی بود با 8 نفر حرف می‌زد. حرف می‌زدی فقط؟ دوست بودم باشون دیگه. من کنه یه دونه فاپ صحبت می‌کردم. اونا وقت گذرن نبودن ولی من جدی نمی‌گیرم. اگه من با عصبانیت بیام سمتت 3 تا گزینه داری، چیکار می‌کنی؟ 1 با من بحث نمی‌کنی، 2 می‌زنی منو، 3 تو بگو. امیررضا جانم عدای من در بیار. وای وای من آمده ام عشق فریاد کند، من آمدم که ناز بنیاد کند. نظرم زن خب هیچ کار دیگه غیر این نداره. جانه باید بشوره، بساوه، بپزه، بچه داری کنه، حتی بچه‌م که میاره بشینه اونو بزنه. کار دیگه به نظر من نداره. نه به نظر باید کار کنه، نه باید جایی بره، باید بشینه تو خونه فقط آشپزی کنه. چهره بیبی فیس و مینیمالی دارن و تزریقات فیلر نباید با مقادیر بالا تزریق شه چون باعث افزایش سن چهرهشون میشه. تزریقات باید با مقادیر بسیار کم فقط در ناحیه میت فیس داخلی جهت لیفت کلی چهره و کیوت شدن چهرهشون انجام بشه. تو رو انتخاب کردم چون Говори, сука, когда с тобой базарить. مصرد من باور نمی‌کردم سن 20 ساله میارم 20 ساله گیرم پیدا بابا میشه. انقدر خوشگلم که الان دیگه مشکلتون خوشگلیمه. سلام چطورین؟ بچه من برای رکورد آهنگ جدیدم و اینکه اولیش که 2 سرویس دیگه ریلیز میشه. بدبخت تو منو به چی فروختی؟ وقتی که از همون میام بیرون از این هول کاپشنی ها میکنم دارم. هول کاپشنی میدونی یعنی چی؟ یعنی این که هم کلاه داره مثل دلابه بگیر تو این زندگی رو باختی، بدبخت تو میتونستی تو این خونه عشق کنی. الان دوست دارم یه جور دیگه کار کنم. اونایی که منو قضاوت کردن به زودی میفهمن که این دفعه رو اشتباه کردن.